بسم الله الرحمن الرحیم. سوره والعادیات بسیار تربیت کننده سورت است. بالکل بعد از این انسان هیچ گپ باقی نمیمانه که مأمورات الله را ترک کنه یا مرتکب منهیات شود. قطعا نه. سوره را به نام عادیات یاد میکنه. عادیات چیزای دونده را میگه. بعضی مردم ها اسبای جهاد میگه که قسم سرش خورده شده، او بعضی شترا را در روایت ها اردو آمده، اما چون زیادتر اسبا کار میشه این راجح قول است. الله در اینجا قسم یاد میکنه. سورت هم به می چی کرده؟ مسما کرده. چرا که برای ما و شما درس عبرت است. تشریحش میکنم. 14ام سورت در نزول خود است. سورت مکی است. دعوت به سوی صحت عقیده است و عمل بکنیم ما آن چیزی را که الله تبارک و تعالی روان کرده. شکر گزاری و سپاس نعمت الله را بکنیم. بعد از سوره عصر و قبل سوره کوثر نازل شده. ارتباطش قطعی ما قبل چیست؟ در اونجا الله تخویف اخروی را ذکر کرد که بنده ها در روز آخرت کل اعمالتان براتان پیش میشه. اینجا زجر میده به کسایی که در آخرت عقیده نداره، یا زجر میده او کسانی را که عمل به مقتضای امو حالات قیامت نمیکنه. آلی میایم در تشریح والعادیات. عزیزا بسیار مهم گپ است. الله قسم که یاد میکنه، گاهی قسم به این خاطر یاد میکنه که مقسم بهی را شاهد و گواه بالای تو میگردانه. اینجا الله قسم به خاطر یاد میکنه که همین اسبایی که در جهاد میدوانی این را سری تو شاهد میگردانه. چه رقم شاهد؟ اسب کی پیدا کرده؟ الله. علفش کی پیدا کرده؟ آبش کی پیدا کرده؟ تو را کی پیدا کرده؟ خب زمانی که تو جناب انسان امی کمی علف و کمی آب به اسب میدی، ایرا چند روز تربیه میکنی، صبا در میدان جهاد میری، سرش سوار میشی و حرکت میدی اسبا. اگر دیگه جای ما و شما خو بیچاره جهاد ندیدیم او در اون مرحله نرسیدیم، اگرچه در این وقتام جهاد توسط اسب میشد، خالی در وقتای ما و شما بم و مثلا چیستا توپ و طیاره و گپاستا. قرآن از امو خاطر گفته بود که وعد لهم ما استطعتم من قوه. قوت یک لفظ عام است که شامل کل اسلحه است. شما میگه آمادگی بگیره. خب الله سری اسبا چی میکنه؟ قسم یاد میکنه، سری تو شاید میگردانه. نان و علف چی؟ آب علف برش داده بودی، سرش سوار شدی، دوان دی اسبا آنقدر قمچین میزنی تیز میشه که پرسان نکن. زمانی که میدوه اسب که مانده میشه نفس 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 میکشه. خو زیر فرمانی تو میدوه. یک دفعه بی اسب میتور میخ استاد نشد که هر قدر بزنی بگوی که من نمیرم، بسم است. همین قدر بیدن بسم است. در دیگه جای ندیدی؟ در بزکشی دیده. بزکشی خو رواج است نه؟ در جمعه ها چی میشه؟ از طرف جنابای بزرگ ما بزکشی میشه. مردم از گشنگی و گرسنگی میموره. مردم اینجا قرآن پایمال میشه یا پشت سگ جنگی بگوی و بزکشی بگردن. عجیب کاری مؤمن است. فیضا فرغت فانصب و الی ربک. از دفتر که از شراب نوشی از نعوذ بالله رشوت خوری فارغ شدی، بازو کارای عیاشی بکو؟ نه، مؤمن طور صفت نداره. مؤمن الله میگه خدا بیکار نگذار از کار مسلمانا و مؤمنا. امی اسب نفس میکشه، نمیگه که من نمیرم. پایش سنبش ده سنگ میخوره، چرغک 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 آتش باد میده، نمیگه که نمیرم. وقتی که در تنگی و در سرکی که خامه باشه که برو پس از او کیسه میکنی، سری سرک و تنگی را یک دم پوششی غبار و گرد گرفته یا نه؟ مثل یک چی واره؟ بگه تپه واره جور شده. خود در اونجا که در بین میدان جنگ زمانی که شمشیرها او طرف میخوره، اسب برد میگه که من پشتی سر میرم. دمیت شمشیر زنیم اسب داخل میشه. چرا این قدر فرمان برداری تو بود؟ تو به خاطر قدر فرمانی تو را برد که توی را آب و علف نزدیک کده بودی، داده بودی شه. خو نه آب پیدا کده بودی نه علفه. آلی بیا انسان سری خودت الله تو را پیدا کرد یا نه؟ تنها پیدا نکده تا انسان. گل سری سبد کل مخلوقات توستی. گل سری سبد کل مخلوقات تو انسان هستی. چیزی مخلوقات انسان در خدمت توست، از او استفاده میکنی و تو از پیشش کار میگیری. خب الله این چیزا را برای تو پیدا کرد، تو را هم الله پیدا کرد. آخر کدام اطاعت، کدام فرمان برداری؟ تو را امو قدرم مکلف نکردم که نفسش برای و بگم که بدو. تو را هم نکردم که پای ده سنگ بخوره چرغک باد کنی و بگم که بدو. او تو را هم نکرده. بسیار احکام آسان. صبح بخیزیم او کلش برای منفعت وجود خود ما. تو وضو بکو، بعد از او چقدر الله تازگی و تراوت
نصیب بدنت میکنه، چقدر دماغت آزاد میشه، چقدر خوشوقت میشی، چقدر تکلیف روحیت از بین میره، چقدر وقت به وظیفت آمادگی و نقشه و پلان میکنی. راستی تا بگو، بعد از زود پیشین، بعد از زود دیگر، بعد از زود شام، بعد از زود خفتن، هر حکم الله بسیار آسان است، بسیار با آسانی انجام داده میشه. خود تو به الله اطاعت کردی؟ نه. برای ما که یک کمی پول و پیسه آمد، باز گفتم که جمعه را بگوی در قرغه تیر میکنیم. وقتی نماز جلسه داریم. قطعی کی جلسه داره؟ یک زن است، یک مرد در دفتر جلسه داره. در این حالتا تیر میکنیم. به الله چی اطاعت کردیم؟ راستی تو نبگوی. آلی کدام وجدان سلیم باشه که بعد از او بگوی که وای ما واقعا عبادت یا حق عبادت الله را پورا کردیم؟ امکان داره که کسی بگوید ما اگر شب و روز در سجده بیفتیم یقینا شکر نعمت الله را پورا کرده نمیتونیم، ولی الله از ما کم خواسته، کم طلب کرده که انجام بدیم. والعادیات ذبحا، قسم به او اسمانی که دوینده است، ذبحا که نفس کشنده است به نفس کشیدن. فالموریات، قسم به او اسمانی که آتش برارنده است، قطحا به مو چرغکای آتش. فالمغیرات صبحا، قسم به حمله کننده او اسبا، صبحا که در هنگام صبا حمله میکنه بالای دشمن. فاثرن به نقعا، بالا میکنه توسط اینمی دویدن، نقعا گرد و غبار در سری را. فوسطن، داخل میشه به توسطی دویدن، جمعا در جماعت و لشکری مخالفین. این کارا را کلشه اسبا میکنه. ان الانسان لربه لکنود، یقینا که انسان برای پروردگار خود لکنود، خیلی ناسپاس است. و انه یقینا امی انسان علی ذلک بمین ناسپاسیش لشهید، بالکل شاهد بیننده هم است، با چشم سرم میبینه. کنود اینجا چی معنا داره؟ مفسرین مختلف معنا کرده. شکر نمیکشه یعنی شکر و سپاس الله را نمیکنه، میگه نه عقیده توحید الله را نداره. سوم میگه الله را نشناخته با صفاتایش. چهارم میگه عمل را انجام نمیده که مناسب باشه به حال آینده و به معرفتی که از الله داره. این معنا بسیار مهم است. یا کنو دوره میگه که الله برش اشاره میکنه الله ای آله را پیدا کرده، آله استعمال است، هم جنبی خوبه داره هم بده. اگر اسب در دست دشمن باشه و از کارش خراب استفاده میکنه، اگر در دست مسلمان باشه در کار خوب استعمال میکنه. در دنیا الله اسباب و وسایل پیدا کرده، جانب مثبت هم داره منفی هم داره. خود تو از جانب مثبت فایده بگی، یس بزی فرمانی توسته، آلی در بسکشی میبری یا در جهاد، در کدام جش میبری؟ ببر. بله کامپیوتری ما، تلویزیونی ما، بگوی این مایک ما و همچنان موبایل ما، برقی ما، کلش جنبه مثبت هم داره منفی هم داره. در اختیار تو انسان گذاشته شده. تو کدام جانب اختیار میکنی و کدام طرف میبری؟ تقاضای شکری امین نعمت چیسته؟ نعمت شکری شونموسته که از او استفاده درست بکنی. اگر دست ما از پیش چیز قطش محکم نگیرم چی فایده؟ اگر چشم نبیرم چی فایده؟ نعمت اموسته که در جای درست از پیش استفاده شود. از او خاطر کنود کسی است که نعمتهای الله را خلافش استعمال میکنه. نعوذ بالله. ای گوش و استعداد، ای قابلیت، ای چشم، این الله برای ما داده بود احکام الله را بشنویم، بفهمیم، عمل سرش بکنیم، راه را برای آخرت خود آسان کنیم. لیکن ما نعوذ بالله خلاف رفته رایستیم. این امیره کنود میگه. و انه لحب الخیر لشدید، یقینا امی انسان لحب اصل عمل چیسته؟ عمل چی است که ما را بیراه میکشه؟ یقینا انسان برای محبت مال لشدید، خیلی سخت و محکم است، یعنی خیلی میل داره طرف محبت مال. محبت مال خو یکی از جمله امور طبیعی انسان است. الله در فطرت ما گذاشته. این خو قابل بدی نیست. اگر ما پشت مال ننویم زندگی جور میشه. و کسی که لاسپیکر جور نکنه نخره، این میز نگیره، این مسجد جور نکنه، کجا ترجمه کنیم؟ نه، اینجا مراد از محبت خیر لشدید گفته قرآن کریم. خیلی سخت است. سختی محبت اینمیسته که هرگاه مقابله کار آخرت و دنیا میاد تو کدامش ترجیح دادی؟ کار دنیا را. کار دنیا را تمام 11 ماه مکمل در دکان رفته، در یک ماه برای 3 ساعت در ترجمه قرآن نرفته. کدامش خیلی محبت قطعی داره؟ قطعی دنیا داره. این امیره میگه. بعد از این شما کلش میفهمید. افلا یعلم، آیا نمیدانه؟ چرا آگاه نیست؟ اینقدر در خوابی غفلت فرو رفته،
چرا بیدار نمیشه؟ آیا نمیدانه اذا بعثر در آن وقتی که بلند کرده شود ما او مرده ها فی القبوری که در قبر هاست؟ مراد از قبر در هر جایی که موقعیت داره، اگه او در شکم حیوان است، اگه در خاکستر آتش است، کلش قبور گفته میتونیم. و حصل ما فی الصدور، و ظاهر کرده شود آن چیزی که نیت و اراده عقیده، آن چیزی که تو در قلب داری فی الصدور در سینه، کلش بیرون میشه همه دیگه. این ربهم، یقینا پروردگارشان، امو ذاتی که یاره تربیت کرد در کدام مرحله و مقام رسان، امو ذات بهم بالایشان یوم یزین در روز لخبیرون بالکل آگاست که مستحق کدام پاداش است. اونجا باز پاداش برات داده میشه.